چیزهایی که در کامنتاری می‌نویسند یا دشنام میکنند هر نفری که خواند آنها گناهگار میشوند. گو خاک بر سرم ای چیکار کردم. بخشش پرس دوزانه شین نمیگوید ناموست نمیبردارد. گفت ها همون ناموس تو داری ما 10 برابر تو داریم. توجیک باید کاری توجیکی خچا بکنه. گفت که با این گپات ماترا زدگی نیستم. به خدا قسم دارم. از همون دهه ما گفت کسی به خدمت حربی نمیرود و اقلا همون یراق قپیده تواند زن و فرزند خود را حفظ کرده تواند. ما هم خدمت کردیم. ما هم گرسنه ماندیم دلاور. به خدا قسم تا 8 ماه اول تو نمیخوردیش. لباسی نود میدادن امی تلپکی نود میدادن. قخشروی بود که تلپک هم میگرفت تلپک خوناشا میداد از سرت میموند. لیکن یک کار بود در همون درن که همی باید به کسی گفته نشود.